در افغانستان سلاحبدستان بالای اداره دادستانی شهر شمالی مزار شریف حمله کردند. پلیس میگوید 3 سلاحبدست با نیروهای امنیتی تبادل آتش کردند که در نتیجه کمش 5 نفر به قتل رسیده، 55 کسی دیگر مجروح شدند. بر پایه گزارش‌های رسیده در این حمله افسران پلیس، خادمان دادگاه و دادستان‌ها جراحت برداشتند. جنبش طالبان مسئولیت این حمله را بر دوش گرفته است. در منطقه شمال و غربی 400 پاکستان صدها نفر در مراسم دفن 5 کارگر که از دست طالبان به هلاکت رسیده اند اشتراک کردند. یک شب پیش مقامات افغانستان جسدها را به عائله‌هایشان تقدیم نمودند. 2 ماه پیش در شرق افغانستان 9 کارگر پاکستانی ربوده شدند. 1 نفر آنها رها گردید و سرنوشت 3 نفر باقی مانده معلوم نیست. در پایتخت گرجستان شهر تبلیسی مراسم یادبود قربانی‌های عملیات نظامی 9 اپریل سال 1989 دایر شد. منصبداران دولتی و خویش و نزدیکان در مکان یادبود قربانی‌ها گل گذاشتند. 26 سال پیش ارتش شوروی بالای اعتراضگران که با تقاضای استقلال گرجستان از اتحاد شوروی جمع شده بودند حمله کرد. بر اثر آن عملیات 21 کس کشته شده، صدها نفر دیگر مجروح و یا زهرآلود شدند. گرجستان 2 سال بعد 9 اپریل سال 1991 صاحب استقلال شد. ستاره تلویزیون ایالات متحده آمریکا کیم کارداشیان به ارمنستان سفر کرده است. شام چهارشنبه کارداشیان همراه با شوهرش ستاره رپسرا کانیه وست، دخترش و خواهرش خلویا کارداشیان به فرودگاه یریون رسید. این زیارت خانم کارداشیان از زمین باباییش برای فیلم مستند نواربرداری می شود. سفر کارداشیان به ارمنستان با 100 سالگی کشتار دسته جمعی ارمنی ها از سوی ایمپریای ترک های عثمانی همزمان آمده است.